به پیانو نمیدونم یکی به ما پول نمیدونم بگم شما کار نداره کار نمیکنه کارگری نداره پیرک بودن جلو خدا یکی کمک نمیکنه اشتقای ما یمینا دیری پیا میخواه بابا نمیاد خدایا شفای بده پیرک ما کجا ببریم چرا اینجا شیشتی گریه میکنی وقتی برو که پول پیدا کن که میبینی وضعیت خرابه دیگه نه کجا بزدنمه آخه به پیش امی قوما برو پیش بچه کاکا خو برو پیش بچه ماما خو برو پیش بچه عمه خو برو گریه کردن کی به تو داری پی میده آخه نه به دیدن پیار من نمیاوشته پول میدم خب یک چرخ کبورم یک دفعه کبوزونا بگو باز تو گله میکنم میگم ماما کی گفته که ما ندادیم اگه پول میدادم چی نمیامدم نمیفهمیدن که ما دو نفر دو براریم یک مادر داریم پول نداریم ما آخه مادر خورده گردم بازو وقت میگم ما دست خوبی کردیم ما چی خبر داشتیم که مریض بوده و چرا به دیدن نمیایم خب سر کارا خونم بیچاره دیگه تو یک دفعه پیش اینا وقتی برو وقتی کو عباس مثل که مادر شده دم کوچه رفتی و همیت سر سرگردون میگرده اونه بیا من عباس بیا وقتی گریه نکو وقتی دل من کونه ناره برو پیش بچه کاکا خو برو پیش بچه ماما خو برو پیش بچه عمه خو برو پیش امینا برو بگو دیگه بگو امیت پیار من مریضه چیکار کنم چیکار کنم نمیشنوی نانه چی میگن میگم بیا بریم برو با من میگم برو قوم کشام قوم پول بستو میگم نه چی میگی با تو همین قومامو چرا بدیدم پیار من نمیایم آخه نه به خاطر که ما غریبیم فرش خونی ما خاطر پینه داره خاطر چیزی نداره آخه 6 ماه میشه پیار من وضعیت خرابه یک نه که بیا پرسان ازی خب ما که بگفتم خاطر ما چیزی نداره مادرمه خدا راستی از 6 ماه بیشتر میشه تو بیش بچه عمه خو بیش بچه کاکا خو کنه بلکه بدن آخ تو کی تا خونه می تو پرته باشه خدای پاک برکم رو یک قوی خوش شفای بده الهی آمین و خدا دوری پی می قوممون نمیارزه یکی دور نمیزنه بفهمیدی ایتا نمیمونه بلکم خدای پاک پیرک من شفای بده که اینا میتو با بیا همینجا خجالت زده به دیدن نمی آیم هر کس که اگه با کار بگی که سال با 12 ما کار میکنه وقتی برو عباس تو برو در سرا ماما خو کندل برو من میرم در سرا کجا ما در و در بگردم خب برو بلکم بدم با تو رال کن میدم با تو برو در سرا کی برم کندل میگم جره بس نکنیم وقت ازیم دیگه روز شم نکنیم وقت ازیم بریم تو برو دم سرا کندل من میرم در سرا قرصتیم چم از کجا بیام پیش شما بیا بچه ماما بیا از کجا بیام هیچ من از اینجا بیا از این بر ها از این پرورش دیر میشودی راه خود دور انداختی گولا شما گفتون خراب نشه نه اونی پرورشه سلام اشنه بچه ماما بخیر سلامت چیال اول بخیر سلامت سلامت باشین سلامت باشین خانواده خوبم همگی سلامت باشه شکر خدا چیکار میکنی؟ همین گلا خوش که امینور میکنم علف ملفای داره امینور سیو کنم دیگه چی خبره؟ سلامت خیلی خیریاته شکر دیگه چی گپای؟ یار هستی؟ آه ماما میشنم رستی ماما شما بدتر هم خدا بدتر شدن آه خداوند شفا هیچ هرچی میبریم دکترها اصلا نیه اگه دکتر باشه با دعا نیه اگه دعا باشه دکتر نیه ولی چی میگم دکترها بردیم
شفاخانه 3-4 رقم مریضی دارم. مگر ما این ببریم پاکستان. گفتم پاکستان رو بریم. آه ما و مادر ما گفتیم، عباس گفتیم برداریم ببریم پاکستان. انالی هم بیامدم بچه هم مادر ما گفتم برو بچه هم میخو سلام بگو و بعد از سلام بگو که اگه پول داره منه 10,000 5,000 20,000 برای ما بدین که حداقل مگرم 1 لک 2 لک کالدار مثلا خود خوب ببریم. انا با خدا بده پولا شما رو با میدین. ای بچه ماما جو، کاش که بدیشتی، کاش که میدشتم که میدادم. باور کن همین کارباری که دارم همین علق و دلق روزمره ما بیشتر نمیشه. به خرج خامالک بماندیم، به 100 مشکلات پیش میبره. اگه میدشتم از ماما کی بیتر بود، از بچه ماما کی بیتر بود. یکم بچه هم ما چون چی رقم خاطر ما آدم ها غریبیم. اصلا می دیدن پیار ما 6 ماه میشه، شما یک دفعه بیشتر آمدیم. نه والله هم یک بار بیامدم دیگه من تو میبینی گرفتار کاربارا و زندگی میبری بر کسی اصلا من چرده برم سوز نمیشه، نمیگن که شما مرده ایم یا زنده ایم. خیلی با شما خدای داریم. مقصد از من گله نداشته باش. شاید مریض ما هم خدای پاک شفای بده تیار شه، اما آدم خبری میگیره غیر ما. آره خیلی باشه. از من گله نکن بچه ماما. 5,000 هم نداریم. یعنی اگه یک از ظریفه به پیشون باشه که گردنم بسته باشه. خوش که می بود. حواله که پول ندارم. اگه پولم داشته باشم بودم با از کی بستونم. مگر هم دست خود بدی با پا خود بدهی براده. سلام علیکم چی کاکا جان. سلام علیکم عباس جان. اشتنی خیلی هست بخیری. جان شما جوره؟ شکر چی گپایه؟ خیلی خیلی. چی خبره؟ اشته شد کاکا اشتنه. 6 ماه میشه مریض شده. وضعیت خراب شد، یک دفعه هم دیدن نامدیم. یعنی عباس جو بخشش باشه. راست میگه حق داری. هم مقدار نرسیدم که بیام یک خبر از این کاکا خو بگیرم. راست میگی. یعنی حال مدام رای کرد گفت برو پیش چی کاکا خو بگو اگر 10,000 15,000 20,000 پول داریم باید خاطر هم پیارک بیچاره متیار شه. اینجا به پیش مرای کردن. آه. یعنی بچه کاکا اگه به تو بگم خود تو کمی شرایط میبینی خود معامله باور کنیم خوب کار خرابم همینطور که فکر میکنیم. اصلا اگر ما با شما بگم حمال ما 500 روپیه دارم همورم ندارم. دیشتم تا من 7-8 روز پیش بوده دیگه خود ما میفهمیم مسئله همی سودا معامله دیگه چیزی میخریم چیزی میفروشیم از ما همین رقمه. جنس خریدم بم دکون. شکی بود. خیر. و بیا بشی چای بخور. خیر. اشتا دم تو رو قربان کردی. مونده نباشی. خوبی سلامتی؟ مشتریم. خیریت جانجوره؟ جانجوره سلامتیم. چطور بودم واجمه؟ باجی شما خدای پاک شفای بده. خوب نیم اشترم خالمه. خوبم شکر. پیر شدم دیگه. هرچی نکنیم پیر شدم آقا شما. هرچی میبریم به دکتر اصلا گردنم بند میشه، روز بروز بدتر میشه. من نمیفهم چی رقمه. اما گذار پول خرج کردین که چی بگم. از اینجی خرج کو چیز چاره ما کو اگه داشتیم نداشتیم. باور کنم 1 لک روپیه به خدا بیشتر خرج کردم. واجه کلون مده کمک پیرم بشدم دیگه حالا ما و شما نمیگه. نه بابا هنوز 60م. ایشته 60 کماله. 60م بابا. 60 ساله همونه من. 48 ساله مال عمر منه. ایشته 60. خب شما 48م باجه این دیگه باجه شما. ما باجه خود منو. خود تو از حالا میگذاریم به قصه و نشو خوب. حالا چیز مادر ما گفتم برو پیش دوماد مبارسه کنه اگه دارم. خدا واس
هرچی که دارم یک کمی بیشی بدیم خاطر پیرم ما هم شاید صبح یا پس صبح بخیر ببرم به پاکستان. یک چیزی به تو بگم این لالا. دیگه که نشد. یک چیزی به تو بگم. میگم من دفتر خیریه دارم. من کینم، من کدو خان خیلم. کاکا برو کار کو، برو زحمت بکش. من که میبینی به یارگو بارگو رسیدم از زحمت کشی منه. کار کردم. هم هر قومی میای یکی میای نگاه میکنی ولی ما هم بچه خود نمزاددار کنم عروسی و بمونده یک 40-50 هزار بده. رو تو هم نمیشه که قومتونه بری و ندی. یکی دیگه مای بیای که مثلا ولی ما هم خونه خود گچ کنم یک 20,000 پولی بده بابا تو میدم. از کجا از این آدم بستونه؟ از کجا شما بستونه؟ من شما بودم از کجا شما بستونه؟ مگر گناه شما بستونه؟ سبب نماییم شما. یاری ما بیزار من حساب کاسی صبر و مصواب ما بسته پر شده. اما هر قومیه به پیش میبرد پول. آخه فرق میکنه. حالا مرتکه سرا خور گاج نکنه مثلا به 10 سال شیشته میتونه. پیرک ما باجی شما نه. شما که خودی هم مثل برار بدیم. لالا باشه باجه سر جا خو. نمیتونم داده به تو. 10,000 هم نمیتونیم بدیم. نمیتون 10,000 به تو اصلا 10,000 که بیخی امکان نداره که با شما بتونم بده. یعنی چی ما اینا رو اول از او گرفتیم این پولا؟ آخه ما کار کردم زحمت کشیدم خیری کشیدم. متعذر پا خور داریم 2 تا ساختمان 5-6 طبقه داریم. این گلخونه داریم باغ داریم زمین داریم دیگه. هر چیز دارم نه قرار نیه که هر کس بیای بگم با جلوی کنم بفرمایید. من هر چیز دارم خدا داد خداه. زحمت کشیدم کار کردم خیری کشیدم. مثل تو برات لندور به تک کوچا نگشتم. ولی خدا باجی من شفای بده. هم باجی هم شام با باجی من رفتیم. 4 روز میرفت کار میکرد باز 8 روز خواه بود. حالا کم بیا کنی 1,000 بر شما بودم برنده که باز نه. با جنجال شما مرد رفتنه بگه اینا از این بجام قرضم حساب نمیته بگه به کسی خوب برو. به جام قرض نیه. نه برو هم شما موته. خیر بینیم. جنجال از این مردم افتاره. خیر بینیم گپ نیه به خدا ما هم خوش نداریم. خدا میده بلکه میته نمانیم ما. ما هم پیار شاید شفایی بده. آخه برای شما منم درک کنه. من بس همیقه هر کسو میام به برات پول قرض کردن. فقط میگه دفتر قرض الحسنی هم. با کاش که پول میبرم پولم بیارم بدم. به خدا به سرا شما با می خاطر من نمیایم. با هم سرا شما که بخزم بیایم. با مادرتون میگم بچم 3,400 پول قبض برق آمده. همین چه کار میشه 2 ماه جو. باز از رو در میبینیمش میری بدی میری هم 5 دقیقه یک پیاله چای میخوری 3,400 به تهونی میشی. با میگه والا برنجام هم خلاص شده. خیلی بینیم از خیر خواه آورده برنج چی کردیم باز با ما هم ببینی. برادر من کینم آخه. چی جنجال گیر افتادم من. ماما جان. ماما. منم عباسم. سلام علیکم. چه کار خیریته؟ شکر شما خواهی. زنده باشی. بگو چی گپه؟ بابا بیام آدم خدا وست 10,000 15,000 بدین خودی هم پیارک به پاکستان میبرم. میگم اول شما کاسه گدایی گرفتیم ها؟ نه خودی پیارم تو برار تو ریکه؟ گیلک؟ ها من از خبر ندارم. خواه ماله که بیام که 1,000 پول به دستی دادم برم با تو ریکه اینجا آمده بود. ها من ندیدم. بخیر که بخیر خود جمع کنه بخیر برو کار برو هماله برار تو به نظری به پول میته دادم گفتم برو با قرض مرزم حساب نمیته برو خود خرج کنی. با چی جنجال شما گیر کردیم ما؟ چه کار میشه؟ خود شما که خود ما دیگه کسی کنه داریم پیش دیگه کس بخیر تو چقو بچگی نکن بخیر برو کار برو شما که خود بانه من میگم ما رو سر خر میکنن. چی بلای درد بیدرمون بودم این قوم دیگه. این کار همی دیوانیه. هماله که دید که من ازری دادم بسی با بره برا آخرم ریکه. چی رقم مردم بیدم اینا فقط میگه گداس هست پولک میمونم.